تخلص رحیم غرمی. السلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی قدر. چند مدت پیش یک نوار پیشنهاد شما کرده بودیم درباره مشکلات منزل نسبت من و باور کنین رنگ یک معجزه بود. این مشکلات 30 ساله من رفت، با دوری‌های دور رفت، با شرافت و دستگیری و شفاعت یک فرزند ملت تاجیک رحیم با تخلص رحیم غرمی. من بسیار منندار هستم. تشکر به پدر و مادر شما و فراموش نکنیم و نخواهم کرد تشکر بسیار زیاد به برادرانی که در تاجیکستان و مخصوص مهاجران مهنتی که در روسیه و دیگر دولت‌ها قرار دارند. هزار رحمت که یک چند مدت کوتاه شما را ناراحت کردم، طبعتان خیره گشت و با من بودید و من خودم را حس کردم که من تنها نیستم. هزار رحمت برای یاردمتان. مدت معین میگذرد برای جابجاگذاری حجتگذاری و کلیدسپاری در نوار آینده باوری دارم در روزهای نزدیک در یکی از طربخانه‌های بسیار با نفوذ کشور برک برگزار میگردد و این نمایش به واسطه پیشکش شما میگردد. بار دیگر به همه شما صحتمندی و سلامتی تمنا میکنم. سلامت باشین. هزار رحمت. من بسیار خرسند هستم.